سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بیخردان از مردم به زودی خواهند گفت ایشان را از قبله‌ای که بر آن بودند چی چیز بازگردانید؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست، هر کسی را که خواهد به راه راست رهیاب می‌سازد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. و بدین گونه شما را امت میانه ساختیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و ما آن قبله را که تو بر آن بودی مقرر نداشتیم مگر برای اینکه کسی را که از پیامبر پیروی میکند از کسی که به عقب خویش برمیگردد متمایز سازیم، هرچند این کاری است بس دشوار مگر بر کسانی که خداوند ایشان را رهیاب گردانیده است و خداوند هرگز ایمان یعنی نمازهای شما را ضایع نمیگرداند، حقا که خداوند به مردم واقعا مهربان و بخشاینده است. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ما دیدیم که تو با نگاه های انتظار آلود جانب آسمان روی میگردانی. اکنون واقعا ما روی تو را به همان قبله برمیگردانیم که به آن خوشنود شوی، پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و به هر جایی که بودید پس روی خود را به آن جانب بگردانید. واقعا کسانی که به ایشان کتاب داده شده خوب میدانند که این امر حق است از جانب پروردگارشان و خدا از آنچه ایشان میکنند هرگز غافل نیست. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. واقعا اگر با اهل کتاب هر نشانه ای را بیاوری هرگز قبله تو را پیروی نمی کنند و نه هم تو از قبله ایشان پیروی می نمایی و نه بعضشان قبله بعض دیگر را پیروی می کنند. واقعا بعد از این آگاهی که به تو حاصل شد اگر از هوای نفس ایشان پیروی نمایی در آن صورت تو یقینا از زمره ستمگارانی. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا
الحق وهم يعلمون. کسانی که به ایشان کتاب را دادیم او صلی الله علیه و سلم را طوری می شناسند که فرزندان خود را می شناسند و حقا که گروهی از ایشان آگاهانه حق را پنهان می کنند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این یعنی روی آوردن به سوی خانه کعبه حق است از جانب پروردگاری تو، پس هرگز از زمره شک کنندگان مباش. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هر کسی جهتی دارد که خداوند او را به سوی آن متوجه می سازد، پس در نیکوکاری از یکدیگر سبقت نمایید. هر جایی که باشید خداوند همه شما را باز می آورد، حقا که خداوند بر هر چیزی تواناست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. و از هر جایی که بیرون شدی پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و این واقعا حق است از جانب پروردگار تو و خدا از آنچه می کنید غافل نیست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. و از هر جایی که بیرون شدی روی خود را جانب مسجد حرام بگردان و هر جا که باشید روی خود را به سوی آن بگردانید تا مردم دلیلی بر ضد شما نداشته باشند جز ظالمان ایشان که از شما دست بردار نیستند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید و تا من نعمت خویش را بر شما تمام کنم و باشد که شما رهیاب شوید. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. همان گونه که در میان شما رسولی از شما فرستادیم که آیات ما را بر شما میخواند و شما را پاکیزه میسازد، با شما کتاب و حکمت میآموزد و چیزی را که پیش از این نمیدانستید به شما میآموزد. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم و مرا سپاس گذارید و ناسپاسی ننمایید. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ای مؤمنان از شکیبایی و نماز یاری جویید، حقا که خداوند با شکیبایان است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مگویید، بلکه آنها زنده اند مگر شما درک نمی کنید. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. همانا ما شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها می آزماییم و مژده بده شکیبایان را، آنانی که چون به ایشان مصیبت می رسد می گویند حقا که ما از خداییم و حقا که به سوی خدا باز می گردیم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. همین هایند که عنایات و مهربانی های پروردگارشان شامل حال آنها شده و همین هایند رهیاب. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حقا که صفا و مروه از نشانه های خداست، پس کسی که خانه خدا را حج کند یا عمره به جا آرد بر او گناهی نیست که به گرد این دو طواف نماید و کسانی که از فرمان خدا به میل خودشان در انجام کارهای نیک اطاعت می ورزند، پس حقا که خداوند در برابر عمل اوشان شکرگزار و به کارهایشان داناست. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. به تحقیق آنانی که نشانه های روشن و راهنمودهای را که فرستادیم کتمان می کنند بعد از آن که آن را در کتاب برای مردم بیان نمودیم، همین هایند که ایشان را خدا و همه لعنت کنندگان مورد لعن قرار می دهند. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر کسانی که توبه کردند، به اصلاح اعمال خیش پرداختند و حقیقت را بیان کردند، همین هایند که توبه ایشان را میپذیرم و منم آن توبه پذیر مهربان. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. آنانی که کافر شده اند و در حال کفر مردند، ایشان مورد لعنت خدا، فرشتگان و همه مردم قرار می گیرند. در آن یعنی عذاب همیشه به سر می برند. از ایشان عذاب تخفیف نمی یابد و نی هم به ایشان مهلت داده می شود. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. و خدای شما خدای یگانه است، جز او هیچ معبودی نیست، بخشاینده مهربان است. إن
فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون. به تحقیق که در آفرینش آسمان ها و زمین، اختلاف شب و روز و در کشتی هایی که در بحر به سود مردم آمد و شد می کنند، در بارانی که خداوند آن را از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از آن که مرده بود زنده گردانیده و جانداران را در روی زمین به هر سو گسترده ساخته است، همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در بین آسمان و زمین رام شونده اند، یعنی مسیر خیش را می پیمایند، در هر یک از آنها یقینا نشانه هایی است به وجود خدا و یگانگی او برای مردمی که عقل دارند. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. با این هم هستند مردمی که بغیر از خدای برحق معبودان دیگری را به پرستش می‌گیرند. ایشان را طور دوست می‌دارند که باید خدا را دوست داشته باشند. اما آنانی که به خدا ایمان دارند، محبتشان به خدا نسبت به محبت مشرکان در برابر معبودانشان شدیدتر است. ستمگاران هنگامی که عذاب خدا را ببینند، به این حقیقت پی میبرند که همه نیروها تنها از آن خداست و بیشک خداوند سخت عذاب کننده است. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. در این حالت است که پیشوایان از پیروان خود بیزاری می جویند، عذاب را می بینند و همه وسایل از ایشان قطع می شود. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. در این حال پیروان میگویند ای کاش به ما فرصتی دیگر داده میشد تا ما هم از ایشان بیزاری میجستیم همچنانی که ایشان از ما بیزاری جستند. آری بدین ترتیب خداوند اعمالشان را به آنها برای حسرت خوردنشان می نمایاند و ایشان از آتش دوزخ بیرون شدن نمی توانند. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ. ای مردم، از آنچه در روی زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گامهای شیطان پیروی نکنید که او برای شما دشمن آشکار است.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. به تحقیق که شیطان شما را به کارهای بد و ننگین فرا می‌خواند و به این که با خدا چیزی را نسبت دهید که نمی‌دانید. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. و چون به مشرکان گفته شود از آنچه خدا نازل گردانیده پیروی کنید، میگویند نه خیر، ما از روش پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافته ایم. آیا این چنین نیست که پدرانشان چیزی را نمیفهمیدند و هدایت نیافته بودند؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. مثال تو در دعوت کافران بسان کسی است که حیوانات را برای نجات از خطر صدا میزنند، ولی آنها چیزی جز صدا و آواز نمیشنوند. ایشان در حقیقت کر، گنگ و نابینایند و چیزی نمیفهمند. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که برای شما روزی گردانیده ایم بخورید و خدا را سپاس گذارید اگر خاص او را پرستش میکنید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم. خداوند تنها بر شما گوشت خود مرده، خون و گوشت خوک را حرام گردانیده و نیز آنچه را در هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. چون کسی ناچار شد در صورتی که از حد نگذرد و تجاوز نکند، پس در خوردن آن گناهی به وی عاید نمی شود. همان خداوند آمرزگاری مهربان است. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کسانی که آنچه را از کتاب خدا نازل گردیده می پوشانند و آن را به بهای ناچیز می فروشند، ایشان جز آتش چیزی دیگر در شکمهای خود نمی خورند. خداوند در روز قیامت با ایشان سخن نمی زند، ایشان را تسکین نمی کند و برایشان عذابی است دردناک. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریده اند. پس چی چیزی ایشان را بر آتش دوزخ اینقدر صبور ساخته است؟
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفی شقاق بعید. این تباهیشان از سببی است که خداوند این کتاب را به حق فرستاده است و کسانی که در کتاب اختلاف ورزیدند در نهایت پراگندگی یعنی بدبختی قرار دارند. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی تنها این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید، مگر نیکی واقعی از آن کسانی است که با خدا روز جزا فرشتگان کتاب و پیامبران ایمان آورده اند، مال خود را با وجود محبت به آن به خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و ماندگان در راه، سائلان و برای رهایی بردگان پرداختند، نماز را به تمام و کمال ادا کردند، زکات را پرداختند و کسانی که چون پیمانی بستند به عهد خیش وفا کردند و در برابر سختی ها و بیماری ها و در هنگام کارزار از خود شکیبایی نشان دادند، همین هایند که راست گفتند و همین هایند پرهیزگار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای مؤمنان، بر شما قصاص در کشتگان فرض شده است، آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن. اگر کسی از طرف برادر دینی خود به چیز مورد عفو قرار گیرد، پس باید این کار به شیوه پسندیده پیگیری شود، یعنی حال دیت دهنده در نظر گرفته شود و قاتل نیز به توجه شایسته این پول را بپردازد. این تخفیف است از جانب پروردگار شما و مرحمتی. اگر کسی بعد از این به تجاوز پرداخت، پس برایش عذابی است دردناک. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. و برای شما در قصاص زندگی است ای مردم خردمند، تا باشد که از عواقب کشتارهای ناحق خیش بترسید. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر از خود دارایی گذاشته باشد، بر شما فرض است که برای پدر، مادر و وابستگان خود به شیوه پسندیده وصیت کنید. این کار حقی است بر پرهیزگاران. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمیع علیم. چون کسی وصیت را بعد از آنکه شنید تغییر داد، پس بیگمان گناه آن بر کسانی است که آن را تغییر داده اند. حقا که خداوند شنوا و داناست. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. چون کسی در مورد وصیت کننده بیم جانبداری یا گناهی را داشت و به این سبب در صدد اصلاح بین ایشان برآمد، پس بر وی گناهی نیست. حقا که خداوند آمرزگاری مهربان است. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مؤمنان، روزه بر شما فرض شده، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض گردیده بود، تا باشد که شما پرهیزگار شوید. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزه چند روزی شمرده شده است. چون کسی از شما مریض یا به سفر باشد، پس روزی چند از روزهای دیگر را به عوض آن روزهایی که خورده است روزه بگیرد. برای آنانی که توان روزه گرفتن را ندارند، به عوض هر روز روزه فدیه است به غذا دادن یک مسکین. اگر کسی به گونه رضاکارانه فدیه بیشتر بدهد، این برایش بهتر است، و اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است اگر بدانید. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان آن است که در آن قرآن نازل شده است، هدایتی برای مردم و دلایل روشنی از هدایت و فرق گذار بین حق و باطل. چون کسی از شما در این ماه مقیم باشد آن را روزه بگیرد، و اگر کسی مریض یا به سفر باشد و روزه را خورده باشد، پس تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. خداوند برای شما اراده آسانی را دارد و اراده دشواری را ندارد، و تا تعداد روزهای روزه را تکمیل کنید. و به خاطر که خداوند شما را هدایت کرده است، او را به بزرگی یاد کنید تا باشد که شما سپاسگزار شوید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند، من یقینا به ایشان نزدیکم. چون دعا کننده مرا بخواند، دعایش را اجابت می کنم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و باید به من ایمان آورند تا باشد که به راه راست راهنمون شوند. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. در شب‌های روزه برای شما آمیزش جنسی با زنان شما حلال است. ایشان لباس شمایند و شما لباس ایشانید. خداوند می‌دانست که شما با خود خیانت می‌کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون می توانید با ایشان آمیزش کنید و آنچه را که خداوند نصیب شما گردانیده طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا هنگامی که رشته سفید صبح از رشته سیاه شب جدا شود. پس روزه خود را تا به شب تمام کنید، یعنی دوام دهید. در حالی که شما در مساجد معتکف هستید، با زنان خویش آمیزش جنسی ننمایید. این حدود است که خداوند آن را وضع کرده است، پس به آن نزدیک مشوید. خداوند این چنین آیه های خود را به مردم بیان می کند تا باشد که پرهیزگار شوند. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مالهای خود را در بین خیش به ناحق مخورید، به طوری که آن را به حاکمان رشوت بدهید و بدین وسیله قسمتی از مال مردم را به ناحق بخورید، در حالی که شما می‌دانید. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. از تو در مورد ماه‌های نو می‌پرسند. بگو اینها برای وقت شناسی مردم و تشخیص وقت حج است. نیکویی این نیست که با خانه‌ها از عقب آن درآیید، ولی نیکویی از آن کسی است که پرهیزگاری پیشه کند و با خانه‌ها از دروازه‌های آن درآیید و از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. و در راه خدا با آنهایی بجنگید که با شما مقاتله می کنند، ولی از حد مگذرید و حقا که خداوند از حد گذرندگان را دوست ندارد. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرین. مشرکان را در هر جایی که یافتید بکشید و از جایی که شما را بیرون کردند آنها را بیرون کنید و فتنه انگیزی یعنی شرک از قتل هم گناهی بزرگتر است و ایشان در نزد مسجد الحرام قتال مکنید مگر در حالی که با شما در آنجا مقاتله کنند. پس اگر ایشان در مسجد الحرام با شما مقاتله کردند شما هم ایشان را در آنجا بکشید. این چنین است پاداش کافران. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. اما اگر ایشان از تجاوز دست بکشند پس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. و با ایشان تا وقت جنگ کنید که فتنه باقی نماند و دین خاص از آن خدا گردد. اما اگر آنها از تجاوز دست بکشند پس مخاصمتی نیست مگر در برابر ستمگاران. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ماه حرام در برابر ماه حرام است، یعنی در ماه حرام هم می توانید حمله دشمن را جواب بالمثل بدهید. همه چیزهای حرام قابل قصاصند. پس چون کسی بر شما تجاوز کرد شما هم به مثل تجاوزی که او کرده بر وی تجاوز کنید و از خدا بترسید و بدانید که به تحقیق خدا با پرهیزگاران است. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. و از دارایی خود در راه خدا خرج کنید و خود را به دست خویش به تهلکه نیندازید و نیکی ورزید، حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب. حج و عمره را برای خدا تمام کنید. اگر محصور شدید یعنی بعد از احرام نسبت مانع نتوانستید حج بجا آرید پس به وسیله هدیه که میسر شود خود را از احرام خارج سازید و تا هدیه به محل آن برسد سر خویش را نتراشید.
اگر کسی از شما مریض باشد یا از ناحیه سر خود ناراحتی احساس کند، یعنی که ناچار شود سر خود را بتراشد، پس برای جبران این عمل باید فدیه از قبیل روزه یا خیرات یا قربانی حیوانی ادا کند. و چون ایمن شدید، یعنی از حصار نجات یافتید، کسانی که حج و عمره را با تمتع ادا کردند، آنچه از هدیه که برای ایشان میسر است ذبح کنند. کسی که توان آن را نداشت تا هدیه ذبح کند، 30 روز را در حج و 7 روز را چون به خانه های خود برگشتید روزه بگیرید که این مجموعاً 10 روز کامل می شود. این حکم برای کسی است که خانواده او در حوزه مسجد الحرام نباشد. از خدا بترسید و بدانید حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقت ادای حج ماهای معینی است. کسانی که ادای حج را در این ایام با عهده میگیرند، پس نباید در حج با آمیزش جنسی یا صحبت درباره آن و گناه و جدال بپردازند. هر عمل نیکی را که انجام دهید به یقین بدانید خداوند آن را میداند. با خود توشه بگیرید، به تحقیق که بهترین توشه ها همان و تقواست. از من بترسید ای مردم هوشمند. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين. بر شما گناهی نیست که فضل پروردگار خویش را بجویید. چون از عرفات فرود آمدید، در برابر مشعر الحرام خدا را بر زبان آرید و با همان گونه‌ای که به شما هدایت داده او را یاد کنید، هرچند پیش از این از جمله گمراهان بودید. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد از آن از همان راهی، یعنی از عرفات به سوی منا فرود آیید که سایر مردم فرود می آیند و از خدا آمرزش بخواهید، به تحقیق که خدا آمرزنده مهربان است. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. چون مناسک خیش را بجا آوردید، خدا را یاد کنید با همان گونه‌ای که در دوره جاهلیت پدران خیش را یاد می کردید، بلکه از آن هم شدیدتر. و از مردم کسی هست که می گوید خدایا بهره ما را از دنیا بدی و برای او از آخرت بهره نیست. و منهم من یقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. از مردم کسی هست که میگوید ای پروردگار ما برای ما در دنیا خوبی بده و در آخرت خوبی بده و ما را از عذاب دوزخ وارهان. أولئك لهم نصيب مما كسبوا
والله سریع الحساب. همین هایند که از کسب خیش بهره اندوز می شوند و خداوند دارای حساب سریع است. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. خداوند را در روزهای معین یاد کنید. کسی که شتاب کند تا در 2 روز رهسپار شود هم بر وی گناهی نیست و کسی که رفتن خیش را تأخیر کند نیز بر وی گناهی نیست برای کسانی که پرهیزگار باشند. از خدا بترسید و بدانید که شما حتما به سوی او حشر میشوید. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. از مردم کسی هست که گفته اش در مورد زندگی دنیا مایه اعجاب تو میگردد و بر آنچه در دل اوست خدا را گواه میگیرد، در حالی که او سرسخت‌ترین دشمنان است. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. و چون روی برگرداند، یعنی از پیش تو بیرون شد، میکوشد تا در زمین فساد کند و کشت و مواشی را تباه سازد، در حالی که خداوند فساد پیشگی را دوست ندارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. و هنگامی که به او گفته شود از خدا بترس، غرور او را به گناهکاری میکشاند. برای او دوزخ کافی است و چه بد مسکنی است دوزخ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. از مردم کسی هست که خود را در برابر به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و خداوند بر بندگان خود مهربان است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. ای مؤمنان، در اسلام به تمام و کمال داخل شوید و از گامهای شیطان پیروی مکنید، حقا که او برای شما دشمن آشکار است. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر بعد از آن همه نشانه های روشنی که به شما آمده است باز هم بلغزید، پس بدانید که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آیا ایشان چشم براه آنند که خداوند و فرشتگان در سایه های از ابر پیششان بیایند؟ کار تمام شده است و همه امور به سوی خدا بازگردانیده می شود. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. از بنی اسرائیل بپرس چی نشانه های روشنی به ایشان دادیم و کسی که نعمت خدا را بعد از آن که به او رسیده تبدیل کند، یعنی از آن برای نادرستی کار گیرد،
حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زندگانی دنیا برای کافران زیبا جلوه داده شده است و ایشان به مسلمانان تمسخر می کنند، ولی پرهیزگاران در روز قیامت در مقامی بالاتر از ایشان قرار دارند و خداوند هر کی را بخواهد روزی بیشمار می دهد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مردم در آغاز امت واحد بودند، سپس خداوند پیامبران را به حیث مژده دهنده و بیم دهنده فرستاد و با ایشان کتاب را به حق نازل گردانید تا در مسائلی که مردم در آن اختلاف ورزیدند پیامبران در بین ایشان حکم کنند و تنها همان کسانی به اختلاف پرداختند که با ایشان کتاب داده شده بود. بعد از آن که به آنها نشانه های روشنی آمد، این کار از روی سرکشی که در میانشان پدیدار گردید واقع شد. پس خداوند به اراده خود مؤمنان را در موارد اختلافشان به سوی حق هدایت نمود و خداوند کسی را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آیا پنداشتید که می توانید به بهشت داخل شوید بدون آن که حالات پیشینیان شما به شما رسیده باشد؟ به ایشان سختی و رنج بسیار رسید و مضطرب شدند به حدی که پیامبر و مؤمنان همراه او گفتند پس یاری خدا چی وقت به سراغ ما می آید؟ و ایشان گفته شد آگاه باشید بدون شک یاری خداوند نزدیک است. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. از تو می پرسند چی چیز را خیرات بدهند؟ بگو هر چیزی را که برای پدر، مادر، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه یعنی مسافران نفقه می کنید و هر خیر را که انجام می دهید حقا که خداوند به آن آگاه است. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جهاد بر شما فرض شده است در حالی که با شما ناگوار است.
و ای بسا که چیزی را ناگوار پندارید که به خیر شما باشد و ای بسا که چیزی را دوست داشته باشید و به شر شما باشد و خداوند میداند و شما نمیدانید. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام میپرسند. بگو جنگ کردن در ماه حرام گناهی بزرگ است، ولی جلوگیری از راه خدا، انکار از خدا و بازداشت از مسجد حرام و بیرون راندن اهل مسجد از آن در نزد خداوند از آن هم گناهی بزرگتر است و فتنه انگیزی یعنی شرک حتی از قتل هم گناهی بزرگتر است. ایشان با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دین شما برگردانند و کسی از شما که از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد پس اعمال چنین مردمی در دنیا و آخرت ضایع است. ایشان اهل دوزخند و در آن همیشه به سر میبرند. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. به تحقیق آنهایی که ایمان آوردند و آنهایی که در راه خدا هجرت و جهاد کردند همینها امید رحمت خداوند را دارند و خداوند بخشاینده و مهربان است. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. از تو درباره شراب و قمار میپرسند. بگو در آنها برای مردم گناه بزرگ و منفعت‌هایی است و گناه آن از نفع آن بزرگتر است. از تو میپرسند چی چیز را خرج کنند، یعنی خیرات بدهند. بگو چیزی را که زاید بر ضرورت شما باشد خیرات کنید و به این ترتیب خداوند نشانه های خود را برای شما روشن می کند تا باشد که شما فکر کنید درباره اثرات آن در دنیا و آخرت. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. از تو درباره یتیمان میپرسند. بگو اصلاح امورشان بهتر است اگر امور زندگیشان را با امور زندگی خود خلط کنید، پس آنها هم برادران شمایند و خداوند مفسد را از مصلح میشناسد و اگر خداوند بخواهد شما را به زحمت میاندازد. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير
من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. و زنان مشرک را تا وقتی که ایمان آورند نکاح نکنید که نیز صاحب ایمان واقعا از زن آزاد مشرک بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد. به مردان مشرک تا وقتی که ایمان آورند دختران خیش را به نکاح ندهید. غلام مسلمان واقعا از مشرک آزاد بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد. این مشرکان شما را به سوی آتش فرا می‌خوانند و خداوند شما را به اراده خود به سوی بهشت و آمرزش فرا می‌خواند و برای مردم آیات خیش را بیان می‌کند تا باشد که ایشان پند بگیرند. و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. از تو در مورد عادت ماهوار زنان میپرسند. بگو این حالت پلیدی و اذیتی است. بنابراین از زنان در وقت عادت ماهوارشان خود را دور بدارید و تا خوب پاک شوند به ایشان نزدیک نشوید و چون پاک شدند می توانید در جایی که خداوند به شما دستور داده است به ایشان پیش شوید. به تحقیق که خداوند توبه‌کاران را دوست می دارد و نیز پاکان را دوست می دارد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. زنان شما برای شما همچون کشتزارند. با کشتزار خود به هر کیفیتی که می‌خواهید بیایید، یعنی به هر کیفیتی که می‌خواهید با زن خیش عمل جنسی انجام دهید و برای خیش از پیش توشه بفرستید. از خدا بترسید و بدانید که شما واقعا در روز رستاخیز او را دیدنی هستید و مؤمنان را بشارت بدید. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم. نام خدا را در سوگندهای خیش بهانه برای اجتناب از نیکوکاری، پرهیزگاری یا اصلاح میان مردم مگردانید و خداوند شنوا و داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. خداوند شما را به سوگندهای غیر قصدی شما نمیگیرد بلکه شما را به اساس نیت دلهای شما میگیرد و خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. برای کسانی که از نزدیک شدن با زنان خود سوگند میخورند انتظار 4 ماه دستور داده شده است. اگر ایشان راجعت کردند سپس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. و اگر قصد طلاق کردند سپس خداوند واقعا شنوا و داناست.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. زنان طلاق شده در مورد خود گذشتاندن 3 دوره قرعه را انتظار بکشند. اگر ایشان به خداوند و روز قیامت ایمان دارند به آنها حلال نیست که آنچه را خداوند در رحمهایشان آفریده پنهان کنند و در این دوره شوهرانشان به رجوع به ایشان حقدارترند اگر بخواهند صلح کنند. زنان به اساس شریعت همان حقوقی را بر شوهران خویش دارند که شوهرانشان بر ایشان دارند و مردان بر زنان درجه یعنی امتیازی دارند و خداوند صاحب قدرت منیع و صاحب حکمت است. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجعی 2 بار است. سپس یا نگه داشتن است به وجه پسندیده یا رها کردن است به نیکویی و برای شما مجاز نیست که چیزی را که به زنان خویش داده اید بازگیرید مگر این که زن و شوهر بترسند که احکام خداوند را مراعات کردن نتوانند. اگر شما ترسیدید که زن و شوهر احکام خدا را برپا نمی کنند پس بر زن و شوهر گناهی نیست که زن در برابر گرفتن طلاق خود عوض بدهد. این است احکام خداوند، لذا از آنها تجاوز نکنید. اگر کسی از احکام خدا تجاوز کند پس این گروه ایشانند ستمگار. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پس اگر شوهر زن خیش را برای بار 3 طلاق داد در این حال بعد از این زنش برای او حلال نمی شود تا آن زن شوهر دیگر بگیرد. سپس چون شوهر دوم وی او را طلاق داد در آن صورت بر هیچ یک از طرفین گناهی نیست اگر به نکاح رجوع کنند به شرطی که احساس کنند که می توانند احکام خدا را برپا دارند و این است احکام خدا که آن را برای مردم آگاه بیان می کند. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عده ایشان را به سر رساندند، آنها را یا موافق به دستور به وجه پسندیده نگه دارید یا موافق به دستور به وجه پسندیده رها کنید، اما ایشان را به این هدف نگه ندارید که به ایشان زیان برسانید و بر ایشان تجاوز کنید. اگر کسی چنین کند پس حقا که به خود ستم کرده است. احکام خدا را به تمسخر نگیرید و نعمت‌های را که خداوند به شما ارزانی کرده و نیز آنچه را خداوند بر شما از کتاب و حکمت نازل کرده که به وسیله آن شما را پند بدهد به خاطر بگیرید و از خدا بترسید و بدانید که خداوند به هر چیز آگاه است. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عدت خیش را گذشتاندند، در صورتی که میان خود بر اساس شرایط منصفانه راضی باشند، مانع ازدواجشان با شوهران سابقه ایشان نشوید. این پند به کسانی داده می شود که به خداوند و روز آخرت ایمان دارند. این کار برای شما سودمندتر و پاکتر است و خدا می داند و شما نمی دانید. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. مادران فرزندان خود را 2 سال کامل شیر دهند. این مدت برای کسی است که بخواهد دوران شیر دادن را تکمیل کنند. بر کسی که فرزند برای او زاده شده یعنی پدر لازم است مصرف طعام و لباس زنان شیر دهنده را بر اساس شرایط منصفانه بپردازد. بر هیچ کس باری بالاتر از توان او گذاشته نمی شود، نه بر مادر به سبب فرزندش و نه هم به پدر به سبب فرزندش ضرر رسانیده شود. و بر وارث نیز مانند این است، یعنی رعایت این مراتب لازم است. پس اگر زن و شوهر به اساس رضامندی و مشوره جانبین بخواهند که طفل را از شیر جدا کنند، پس گناهی بر ایشان نیست. اگر خواستید که برای شیر دادن به فرزند خود دایه بگیرید، بر شما گناهی نیست، به شرطی که چیزی را که به مادر می دادید بر اساس شرایط منصفانه بپردازید. از خدا بترسید و بدانید که خداوند به آنچه می کنید بیناست. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
کسانی که از شما میمیرند و از خود همسرانی را میگذارند باید این همسران 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند. پس چون عده خود را تکمیل کردند، اگر ایشان درباره خیش به طریق عادلانه و معقول تصمیمی بگیرند بر شما گناهی نیست و خداوند به آنچه میکنید آگاه است. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اگر شما به گونه کنایی از زنانی که عده خود را میگذرانند خواستگاری کنید یا این قصه را به دل خود پنهان نمایید بر شما گناهی نیست. به خدا معلوم است که شما آرزوی ازدواج آنها را در خود میپرورانید، ولیکن با ایشان مخفیانه وعده عقد را منمایید مگر آنکه به ایشان چیزی بگویید که با موازین شرع موافق باشد و تا دوره مقرره عده تکمیل نشود قصد بستن نکاحشان را نکنید و بدانید که خداوند آنچه را در دلهای شماست میداند. از این رو از او بترسید و بدانید که خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر شما زنان را پیش از آن که با ایشان آمیزش جنسی برقرار کنید یا برایشان مهر تعیین کنید طلاق دادید با شما گناهی نیست، اما به ایشان متاع مناسب بدهید. توانگر مطابق به توان خود و نادار هم مطابق به توان خود، متاع موافق به قانون شریعت و این حقی است بر نیکوکاران. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. و اگر ایشان را پیش از آمیزش جنسی و بعد از تعیین مهر طلاق کردید پس در این حال دادن نصف مهر به ایشان لازم است مگر آنکه زنان یا کسی که در امر عقد نکاح صاحب صلاحیت است گذشت نماید و اگر گذشت کنید یعنی مهر را کامل بدهید به پرهیزگاری نزدیکتر است و سخاوت و نیکویی را در میان خیش فراموش ننمایید، حقا که خداوند به آنچه میکنید بیناست. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. برای ادای نمازها مخصوصا نماز میانه شدیداً مراقبت ورزید و با خضوع و خشوع به حضور پروردگار خیش بپا خیزید. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
اگر از دشمنی ترسیدید پیاده یا سواره طوری که مساعد باشد نماز بخوانید، اما وقتی که ایمن شدید پس خداوند را به طریق ذکر کنید، یعنی نماز را به شیوهی بخوانید که به شما آموخته است، شیوهی که آن را پیش از این نمی‌دانستید. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزیز حکیم. و کسانی از شما که میمیرند و بیوه‌هایی از خود میگذارند، سفارش است که 1 سال برای این زنها وسایل زندگیشان پرداخته شود و از خانه بیرون نشوند. اما اگر ایشان از منزل خارج شدند، پس آنچه ایشان در حق خیش از کارهای پسندیده انجام میدهند بر شما گناهی نیست و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. برای زنان طلاق شده وسایل زندگیشان به سویه معقول و منصفانه داده شود، این مکلفیتی است به پرهیزگاران. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. به این ترتیب خداوند برای شما احکام خود را بیان می کند تا باشد که شما بفهمید. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا به سوی کسانی ندیدی که از بیم مرگ از خانه‌های خود بیرون شدند و ایشان هزاران تن بودند؟ پس خداوند به ایشان گفت بمیرید و مردند. سپس خداوند ایشان را دوباره زنده گردانید. حقا که خداوند به مردم صاحب بخشایش است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند واقعا شنوا و داناست. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کیست آن که به خداوند قرض دهد، قرض حسنه، تا خداوند آن را برای او چندین برابر زیاد کند و خداوند روزی بندگان خود را گاه تنگ و زمان فراخ می سازد و به سوی او بازگردانیده می شود. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیا به سوی بزرگان قوم بنی اسرائیل که بعد از موسی زندگی می کردن ندیدی؟ انگامی که به پیامبر خیش گفتند برای ما پادشاهی برگزین تا زیر فرمان او در راه خدا بجنگیم. گفت شاید اگر به شما دستور جنگ داده شود از جنگ خودداری کنید. گفتند ما را چی شده است که از جنگ در راه خدا خودداری کنیم در حالی که از دیار خیش و از کنار فرزندان خیش بیرون رانده شدیم.
اما هنگامی که بر آنها جهاد فرض گردید جز عده کمی از ایشان دیگران روی گردانیدند و خداوند به حال ستمگاران داناست. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم. و پیامبرشان به ایشان گفت حقا که خداوند برای شما طالوت را به حیث پادشاه برگزیده است. گفتند چگونه او پادشاه شده میتواند در حالی که ما از وی به پادشاهی سزاوارتریم و برای او مال فراوانی داده نشده است. پیامبرشان گفت بیگمان خداوند او را به شما برگزیده است و او را دانش و قدرت جسمانی فراوانی داده است. خداوند پادشاهی خیش را به هر کس بخواهد میدهد و خداوند گشایشگری داناست. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. و پیامبرشان برایشان گفت نشان پادشاهی او این است که به شما صندوقی می آید که در آن آرامش خاطری است از جانب پروردگار شما و یادگارهای باقی مانده از خانواده موسی و خانواده هارون که آن را فرشتگان حمل می کنند. حقا که در این امر برای شما نشانه است اگر مؤمن هستید. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سپس چون طالوت با این لشکریان برآمد گفت بیگمان خداوند شما را به نهر آزمایش می کند، پس کسی که از آن بنوشد از من نیست و کسی که از آن نچشد بیگمان از آن من است، مگر اینکه کسی یک کف آب به دست خود از آن برای نوشیدن بگیرد. پس جز عده همه ایشان از آن نوشیدند. چون طالوت و مؤمنان همراه او از نهر گذشتند گفتند امروز ما توان مقابله با جالوت و لشکریان او را نداریم. اما آنانی که عقیده داشتند به خداوند ملاقی می شوند گفتند چی بسا که دسته کوچکی به اراده خداوند بر دسته بزرگ غلبه یافته است و خداوند با صابران است. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنگامی که در برابر جالوت و لشکریانش قرار گرفتند گفتند پروردگار ما بر ما شکیبایی فیضان نما، قدمهای ما را استوار گردان و ما را بر گروه کافران پیروز ساز. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس ایشان را به اراده خداوند شکست دادند. داوود جالوت را کشت. خداوند به داوود پادشاهی و حکمت ارزانی فرمود و به او از هر آنچه می‌خواست آموخت. و اگر خداوند یک گروهی از مردم را به وسیله گروهی دیگر دفن می‌کرد، زمین واقعا فاسد می‌گردید. اما خداوند به جهانیان لطف و احسان دارد. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلین. اینها آیات خداوند است که آن را به تو به حق تلاوت می کنیم و تو واقعا از پیامبرانی.